یک زن در ولایت بلخ پس از به دنیا آوردن یک دختر و روبرو شدن با خشونت‌های خانوادگی توان راه رفتن را از دست داده. این زن از دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ فارغ شده با به دنیا آوردن دختر علت بدرفتاری و بکارگیری خشونت در برابر وی گفته شده. رب العالمین خلق کننده الله هست. وقتی که الله خلق کننده هست برای یکی دختر میته، برای یکی پسر میته، برای یکی اردویش میته، برای یکی هیچ کدامش نمیته. اما امروز یک نفری که خوب نماز 5 وقت هم میخوانه نمیگه که رب العالمین الله هست، در ظاهر میخوانه قرآن که رب العالمین، در عقیده چی هست؟ میگه رب العالمین امی زن ما هست. زن خدا میگه اگر این دفعه دختر آوردی باز من تو را طلاق میدم. یعنی معنیش چیست که خلق کننده تو هستی که چیر داور لور راوڑی طلاقه. یعنی هی کزی تر رب العالمینه خلقت دیدیم دی تا پلاس کده تکویسی چیز زوی راوڑی خود را تر لور راوڑی طلاقه هم ده. ایشوانه که گپا میزنه زن خود کدام صفت داد؟ صفت خلق کننده الله که رب العالمین است. الله در قرآن میگه که یهب لمن یشاء، این توفیق الله هست که برای یک کسی دختر میته، این توفیق الله هست برای یک کسی بچه میته، این توفیق الله هست برای یک کسی بچه و دختر میته، این حکم الله هست برای یک کسی نه بچه میته نه دختر میته.